نیت در روزه. سوال: آیا یک نیت برای تمام روزهای ماه رمضان کافی است یا برای هر روزی نیت جداگانه لازم می‌گردد؟ جواب: الحمدلله. معلوم است که هر کسی که در آخر شب بیدار می شود و سحر خوری می کند در اصل نیت دارد که روزه بگیرد. در این شک و تردید نیست، زیرا هر شخص عاقل یگان کار را به اراده و قصد انجام نمی دهد. پس همین اراده همان نیت است. انسان در آخر شب بر او جایز است که تنها برای خوردن بخیزد و بخورد، مگر اینکه با هدف روزه باشد. اگر مقصدش تنها خوردن بود، نه روزه بود و نه به معنای نیت بود. اما چنین حالت بسیار نادر است و خیلی کم است. و پاسخ به چنین سوال به مثل آن که بگوییم اگر شخص پیش از غروب آفتاب در رمضان خوابیده است و تا پگاه بیدار نشود، آیا روزه‌اش صحیح می شود یا نه؟ میگوییم روزه‌اش صحیح است، زیرا قول صحیح و درست‌تر آن است که نیت روزه در آغاز رمضان برای تمام ماه بسندگی میکند و کافی است و نیاز بر هر روز نو نیت کردن هم نیست، مگر آنکه سبب پیدا شود که روزه را قطع کند، مثل سفر یا بیماری و مانند اینها که باعث افطار میگردد. پس وقت بعد از دوباره روزه گرفتن باید نیت نو را بنماید و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است. شیخ ابن عثیمین، مجموع فتاوی و رسائل، مجلد 19، صفحه 176.